گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بدیم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 18. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. عملیات های حربی در ماوراءالنهر. دایر به عملیات حربی یونان و مقدونی ها در سرزمین آسیای میانه از همه بیشتر مؤلفان یونانی معلومات می دهند. از جمله اریان چنین نقل می کند: اریان فلاوی تقریبا سالهای 86-160 پیش از میلاد، مورخ و جغرافیدان یونانی، مؤلف اثری لشکرکشی اسکندر در 7 کتاب. وقتی که به بیس نزدیک رسیدن اسکندر را خبر دادند، او از دریای آکس، امودریا، باباجان غفورov عبور نمود. کشتی‌هایی را که آنها از دریا گذشته بودند سوزانید و خود به سرزمین سوخت و نوتاق رفت. سپیتامین، اوکبارت در نسخه روسی تاجیکان عکسی ارت آمده است. با سواره‌های سوغدی و دایه‌ها از تنیس از پس او روان شدند. دایه ها از تنیس یک گروه قبیله های سکایی در ادبیات اروپایی سکیف ها که در واحه های میاناب دریای تنیس یعنی سیردریا سکونت داشتند. نام قهرمان خلق تاجیک مبارز راه آزادی سپیتامین بار اول در همین سرچشمه آورده می شود. دایر به عملیات بعدینه اسکندر سرچشمه ها به طرز گوناگون معلومات می دهند. ولی انیق است که اسکندر در دوام 5 روز لشکری خود را از دریای آمو می گذراند. با معلومات همین سرچشمه ها با سبب های گوناگون سپیتامین و دیگر همسفان بس را اسیر گرفته به اسکندر می فرستانند. سبب این حادثه در سرچشمه ها با طور گوناگون شهر یافته است. احتمال است که سبب اساسی در رفت مقاومت از خود عجز و ناتوانی نشان دادن بیس باشد. به زعم آن شاید به ترسویی خود نگاه نکرده از اختیاراً به دست نفر دیگر دادن رشته راهبری مقاومت دست کشیدن او نیز باشد. اسکندر در نوبت خود او را همچون قاتل دارای سه و غاصب تخت شاهی به طور وحشیانه به قتل می رساند. با امر اسکندر بینی و گوشهای بیس را بریده او را به همین صورت به اکبتن می برند و در پیش نظر میدی ها و فارس ها به قتل می رسانند. البته اسکندر قتل بیس را هدفمندانه با مقصد جلب اعیان و اشراف فارس به طرف خود استفاده نمود. پس از ضبط نوتاق اسکندر به مرکز سوخت شهر مراکند لشکر می کشد، اما باز به مقاومت نهایت سخت ساکنان محلی روبرو می زند.
مورخ ریمی کوینت کورس روف می نویسد. کوینت کورس روف، مورخ ریمی، مؤلف اثر تاریخ اسکندر بزرگ مقدونی، یکی از مفصلترین اثر ترجمه حالی تا به ما رسیده دایر به اسکندر. اسکندر در شهر گرنیزان گذاشت و دهات اطراف را سوخته به خرابزار تبدیل داد. پس از این او با لشکرش به سمت شمال شرقی حرکت نمود، ولی به مقاومت نهایت سخت سغدیان دچار آمد. سغدیان با تمام مردانگی برای مدافعه کشور خود، آزادی و استقلال وطن همچون یک تن و مقابل استیلاگران یونان و مقدونی سر برداشتند. مبارزه سغدیان در راه آزادی و استقلال درخشانترین صحیفه تاریخ قدیمه خلقهای آسیای مرکزی و پیش از همه نیاکان تاجیکان می باشد. سرچشمه های تاریخی خبر می دهند که استیلاگران یونان و مقدونی در کوهستان استروشن هنگام حرکت از مراقند به سمت دریای سیر به مقاومت شدید سغدیان دچار می آیند. اهالی این منطقه به مبارزه ضد استیلاگران برخاسته دسته های حربی برای آذوقه فرستاده اسکندر را تارومار می نمایند. اسکندر از این باخبر شده به مقابل آنها لشکر می کشد. سغدیان زیر فشار استیلاگران به منطقه های کوهی پنهان گرفته مبارزه را دوام می دهند. جنگ وزنین بین سغدیان و استیلاگران در کوهسار دشوارگذر بین خرسنگ های بزرگ به وقوع می آید. اسکندر با دشواری زیاد مقاومت مردم محلی را فرو شنانده شمار زیادی آنها را به قتل می رساند. از روی معلومات مؤلفان یونانی مخصوصاً ارریان در رفت این جنگ ها 22,000 سغدیان کشته می شوند و لشکر اسکندر تلفات زیادی جانی داده خودش نیز سخت یره‌دار می شود. سپس اسکندر پس از وحشانیت وزنین نسبت به سغدیان استروشن به طرف دریای سیر حرکت می نماید. دریای سیر آن وقت مرزی بین ملک های اهالی مقیم نشین و حدود قبیله های صحرانشین محسوب می یافت. در ساحل راست آن اساساً قبیله های سکایی سکونت داشتند. در ساحل چپ شهرهای زیادی خرد و کلان موجود بودند. اسکندر در ساحل چپ دریا قرار گرفته در اینجا گرنیزان می‌گذارد. اما بزودی در 7 شهر ساحل چپ شورش مردمی ضد یونان و مقدونی ها سر می‌زند. در همین وقت در ساحل راست سکایی ها قوه زیادی را جمع نموده شرایط مساعد گذشتن به ساحل راست را می پاییدند تا که به شورشگران پیوست شوند. برابر آن در حدود سغد و باختر نیز آشوب‌های کلان مردمی ضد استیلاگران به عمل می آید. اسکندر که چنین امید نداشت به حالت نهایت دشوار می افتد، ولی پیش از همه او قرار می دهد که در ساحل دریای سیر موقعش را مستحکم نماید و او در مدت خیلی کوتاه با وحشانیت زیاد 5 شهر ساحل راست را اشغال می نماید. ارریان می نویسد که با امر اسکندر یونانی ها تمام مردها را به قتل رسانیده زنان و کودکان را به غلامی فروختند. مرکز اساسی شورش مردمی شهر کراپل بود و استیلاگران آن را به محاصره می گیرند. اهالی شهر به یونانی ها مقاومت نهایت سخت نشان می دادند. اسکندر با یک دسته مسلح از مجرای خشک شده دریاچه که از بین شهر می گذشت به درون شهر می درآید و دروازه آن را بروی لشکر می کشاید. جنگ خونینی در کوچه های شهر به وقوع می آید. زیاده از 8,000 اهالی شهر کشته می شود. یونانی ها نیز تلفات زیاد می دهند. اسکندر بار دیگر و بعضی سرلشکرانش نیز زخمی می گردند. ولی ناوبسته از مبارزه قهرمانانه مردم کراپل یونانی ها شهر را اشغال می نمایند. همین طور اسکندر مقدونی با ظالمی و خونخواری
شورش ساکنان شهرهای ساحلی دریای سیر را پخش می نماید. همان آریان یونانی می نویسد که از اهالی در شورش اشتراک داشته 7 شهر ساحلی دریای سیر 1 نفر هم زنده نماند. شورش سالهای 329 327 پیش از میلاد. اکادمیک باباجان غفورов تأکید می نمایند که هنگام شورش اهالی شهرهای ساحلی دریای سیر در دیگر قلمرو سوخت و باختر نیز مردم به مقابل استیلاگران سر می‌بردارند. مبارزه استقلال خواهی سعودیان و باختری ها را سپهسالار محلی سپیتامین راهبری می‌نمود. این مبارزه آزادی خواهی سعودیان و باختریان مدت 3 سال، سالهای 329 327 پیش از میلاد دوام کرده است. سپیتامین سال 329 پیش از میلاد با نیروی زیاد سربازان و اهالی محلی مراقند را آزاد می نماید. گرنیزان یونانی ها تارومار گردیده، یک قسمی کمی آنها در ارک شهر پناه می یابند. با شنیدن این خبر اسکندر برای کمک 3000 نفر پیاده نظام و 800 نفر عسکر سواره را به مراقند می فرستد. خودش در ساحل دریای سیر به ساختن شهر استحکام اسکندریه اقصا، اسکندریه دور مشغول می گردد. دایر به ساختمان شهر استحکام اسکندریه اقصا و مکان جایگیر شوی آن اندیشه های گوناگون جای دارند. بعضی عالمان پیشنهاد می نمایند که آن در جای قلعه حاضره شهر خوجند. یک گروه اندیشه دارند که آن در منطقه بین لنین‌آباد حالا خوجند و بیکاباد حاضره یا خود در حدود شهر خوجند جایگیر بود. مواد باستانشناسی از حدود قلعه خوجند یافت شده کمش 250-300 سال از دوره اسکندر جوانتر می باشد. درباره حدود شهر و ساختمان آن سرچشمه های یونانی معلومات زیاد می دهند. مثلا کوینت کورتسی می نویسد اسکندر به کنار دریای تنایس سیردریا در نظر است. برگشته تمامی پهنایی را دیوار کشید و قرارگاه عسکر ساخت. دیوار 60 استادی درازی داشت. استادی واژه یونانی چینک اندازه که بار اول در بابلستان استفاده شده بعداً به یونانی ها گذشته است. در اینجا تقریباً 10-11 کیلومتر در نظر است. فرمود که این شهر را اسکندریه نامند. بناکاری شهر چنان به زودی انجام یافت که روزی 17 ساختن استحکام عمارت‌های شهر هم بود شدند. به این شهر نو اسیران را جای دادند. به قول آریان باشد در مدت 20 روز اسکندر اطراف این شهر را با دیوار احاطه نموده. به گفته یوستین ساختمان 17 روز دوام کرد و دیوار اطراف شهر 6000 جفت قدم یعنی نزدیکی 9 کیلومتر بود. اما بنیاد شهر به سکایی ها خوش نآمد و آنها بارها با تیرپرانی و یونانی ها خلل رسانیدند. اسکندر مجبور شد از دریا گذشته و مقابل آنها مبارزه برد و به عقب نشینی مجبور سازد. شرایط بیابان و آفتاب گرم که باعث تلفیابی لشکر گردید اسکندر را از تعقیب سکایی ها و پوره شکست دادن آنها باز داشت. در این مدت آتش مبارزه آزادی خواهی مردم سوخت و باختر علنگه گرفته قلمرو وسیع را فرا گرفت. اما اسکندر دایره شورش را درک نکرده برای پخش آن لشکری نه آنقدر کلان تقریباً 2500 نفر سرباز را فرستاد.
دسته پیشتر به مراقند فرستاده اسکندر را سپیتمین با حیله جنگی پیشواز گرفت. او شهر را گذاشته وانمود کرد که به طرف صحرا عقیب نشینی می کند. یونانی ها این احوال را دیده به تعقیب سغدیان شروع نمودند. از این استفاده نموده سپیتمین یک بار پس گشت و به سر لشکر یونانی تاخت. اریان می نویسد که یونانیان رو به گریز نهاده به یک جزیره‌چه بین دریا پناه بردند. دریا زرافشان در نظر است. لیکن در اینجا سکیف ها و اسکران سوار اسپیتمین آنها را به محاصره گرفته پرانده محو کردند. مورخ شناخته آلمانی ف التخایم می نویسد که التخایم فرانس 1898 1976 مورخ و فیلولوگ شناخته آلمانی، مؤلف اثرهای زیاد آید به تاریخ و زبانهای قدیم، از جمله کتاب اسکندر و آسیا، تاریخ میراث معنوی، تیوبینگن 1953. سپیتمین به کار موفق شد که کسی از عهده آن برآمدن نتوانسته بود. او در محاربه یک قسم قشون مقدونی را محو نمود. در جواب به این عمل اسپیتمین، اسکندر با قوه های اساسی خود به مراقند آمد، ولی اسپیتمین را تعقیب نکرده به سوختار و کشتار اهالی آسایشته وادی زرافشان مشغول شد. کوین کورتسی می نویسد او فرمان داد که دیه ها را سوزند و همه کلانسالان را کشند و علاوه می کند که 30 نفر سغدیان محکوم مرگ چنان خرسندی نشان دادند که مقدونی ها انگشت حیرت گزیدند. آنها سرودخوانان به سوی قتلگاه رفتند. در این جنگ ها یونانی ها تلفات کلان دادند و اسکندر سراسیمه برای محاربه های آینده و جنگ های بهاری 328 پیش از میلاد به تیاری شروع می نماید. او زمستان را در باختر گذرانیده با بعضی پیشوایان سکایی ها و خوارزمی ها گفت و شنید کرده صفی لشکری خود را پره می نماید. سغدیان نیز به تلفات کلان نگاه نکرده مبارزه را دوام می دادند و با دسته های سواره پرواز کننده خود به دشمن ضربه های جانکاه می زدند. اریان می نویسد اکثریت سغدی ها به جایهای مستحکم گریخته به والی تعیین کرده او یعنی اسکندر اطاعت نمودن را نمی خواستند. واقعا مملکتی تماما تالان و خراب گشته سغدیان را از نو موج حرکت آزادی خواهی فرا گرفت. اسکندر مجبور شد که لشکری 20,000 نفره خود را به 5 گروه تقسیم نموده به تاخت و تاز وسیع در سراسر سوخت شروع نماید و به قتل عام مشغول گردد. به قول دیادار سیتسیلیگی تقریبا سالهای 90 پیش از میلاد، مورخ یونان قدیم مؤلف اثری کتابخانه تاریخی که از 3 قسم و 40 کتاب عبارت است. اسکندر سغدیان شورشگر را تعقیب کرده از آنها بیش از 120,000 نفر را هلاک می نماید. در نتیجه خونخواری و ظالمی اسکندر و لشکرکشیان او مملکت به درجه بی آدم ماند و به قول اریان اسکندر سپارش داد تا به جای سوخت دوباره شهر تأسیس نمایند. اینجا اساساً به جای شهرهای خراب گردیده سغدی ساختن شهرچه های حربی یونانی همچون قرارگاه دسته های نظامی در نظر است. به همه وحشانیت اسکندر نگاه نکرده سپیتمین مبارزه را ادامه میداد. او با 600 نفر عسکری سواره خود به عقیبگاه اسکندر به باختر میگذرد و با تمام غیرت و شجاعت به دشمن ضربه ها میزند. تیر ماه سال 328 پیش از میلاد سپیتمین با 3,000 عسکری سواره باز به مراقند برمیگردد. در محاربه خونینی که میان لشکری یونان و مقدونی و مردم آزادیخواه به وقوع آمد، از دو طرف آدمان زیاد کشته شدند.
اسپیتامین مجبور گردید که به طرف صحرا عقب نشینی کند. اما قبیله های صحرانشین این دفعه اسپیتامین را دستگیری نکردند. برعکس سرداران بعضی قبیله ها خائنانه به او هجوم نموده سرش را بریدند و به اسکندر فرستادند. آریان این خیانت آنها را چنین تصویر می کند: سر اسپیتامین را بریدند و آن را به اسکندر فرستادند تا که به این وسیله خوف و خطری به سر خودشان تهدید کننده را برطرف نمایند. اما خائنانه کشته شدن اسپیتامین معنای قطع مبارزه آزادی خواهی و پیروزی کامل اجنبیان را نداشت. مردم سربلند سوخت به دشمن پره سر نفرآورده بود. سوخت برای اجنبیان حالا هم خطرناک بود. اسکندری که ایمپریای جهانی هخامنشی را به آسانی شکست داده بود، مجبور شد که زمستان سال 327 پیش از میلاد را در ملک مردمی سرخم نکرده سوغدی گذراند. مبارزه قهرمانانه مردم سوغد و باختر با راهبری اسپیتامین اسکندری آوازدار را مجبور ساخت که سیاست خود را در آسیای میانه تماما دیگر نماید. پیش از همه او اشراف محلی و کاهنان زردشتی را به طرف خود جلب کرد. از جمله بهار سال 327 پیش از میلاد، بعدی به دست آوردن چند استحکام کوهی سوغدی که به آن اشرافان سوغدی اسکارت، سیسیمیتر و هوریان سروری می‌کردند. اسکارت در ادبیات علمی و در نشر روسی تاجیکان بیشتر با نام عکس ارت معلوم است. اسکندر آنها را بخشید و مال و اموال ایشان را برگردانیده داد. به ضمن آن اسکندر نه تنها به اعیان و اشرافی که او را دستگیری می‌کردند، این چنین به آنهایی که بی‌طرف بودند نیز پول می‌داد یا مال و اموال شورشچیان را تقسیم می‌نمود. سالنامه نویسی دربار اسکندر کلیسفن تقریبا سالهای 360-328 پیش از میلاد زیسته است. مورخ یونانی سالنامه نویس اسکندر مقدونی نبیره خواهر ارسطو و دست پرور او به طرز سرزنش آمیز نوشته بود: اسکندرا، اگر چندی میگویند که در کشوری بربری از خود کردن اخلاق بربری لازم است، با وجود این من از تو خواهش میکنم اعلان را به خاطر آر که از برای وی تو به این سفر جنگی اقدام نموده ای تا آسیا را مطیع یونان کنی. راه دیگری که اسکندر پیش گرفت این برقرار نمودن ریشته خویش و تباری با اعیان و اشراف محلی بود. این بود که او با دختر اوکسارت رخشانک که اسیر افتاده بود ازدواج نمود. با این راه او توانست اعیان و اشراف را به طرف خود کشد و آنها در نوبت خود به خاطر مال و اموال به خدمت اسکندر گذاشتند. مثلا سیسیمیتر سرباز زیادی به اسکندر داد و در مبارزه ضد سکایی ها به او کمک نمود. اوکسارت باشد نیز همچون خیش پره به طرف او گذشت و در غصب پره کشور یاردم داد. حتی اوکسارت بهار سال 325 پیش از میلاد اسکندر را که این وقت در هندوستان بود از اسیانی بر ضد او در باختر به وقوع آمده آگاه می نماید. برای این خیانت اوکسارت را اسکندر والی مضافات پراپمیست کابل امروزه تعیین نمود. هنگام والیگی خود در این جا نیز او شورش مردمی ضد یونانی ها را خودش پخش نموده شورشگران را وحشیانه جزا داد. نابسته از مقاومت سخت سوغدیان و باختریان، استیلاگران یونان و مقدونی توانستند با پخش شورش های مردمی زمین های ساحلی راست دریای آمو را اشغال نمایند. سبب اساسی ناکامی مقاومتگران پیش از همه در نهایت متمرکز بودن نیروهای حربی اسکندر و خیانت اعیان و اشراف محلی بود. مبارزه آزادی خواهی اجداد سربلند تاجیکان
و دیگر خلقها 3 سال ادامه یافت و در این مدت مردم سربلند به اسکندر و نیروی او ضربه های جانکاه زده اقتدار نظامی استیلاگران را خیلی ضعیف گردانیدند. سغدیان و باختریان گرچند در این مقاومت غالب نآمدند، ولی با دلیری و شجاعت خود نیروی بزرگی استقلال خواهی خود را نشان دادند و ایمپریای بزرگ اسکندر را از ادامه اشغال دیگر ملک و کشورها محروم ساختند. از ملک‌های آسیای میانه فقط خوارزم از استیلای یونان و مقدونی ها امین ماند. اریان می نویسد وقتی که اسکندر زمستان سال 329-28 را در باختر می گذرانید، شاه خوارزم فرازمان با 1500 سواره به زیارت او آمده بر ضد کالخ‌ها و امازان‌ها متفقانه عمل کردن را پیشنهاد نمود. همین طور شکست شاهنشاهی هخامنشی و به استیلاگران یونان و مقدونی تابع شدن باختر، سوغد و دیگر ملک‌های آسیای میانه به مردم محلی یگان سبکی نآورد. تنها طبقه اعیان و اشراف مثل زمان پیش در سیمای حاکمیت استیلاگران تکیهگاه مستحکم خود را پیدا نمود. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 18. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.